تبارگرایی در گیرودار حق و تعصب. گرایش ملیگرایی مقوله‌ای که با توجه به روند جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته اکنون رنگ باخته و به جای آن ارزش‌های قبول شده انسان را به عنوان شهروند جهانی مطرح نموده است. اما افغانستان کشوری که هنوز هم زنده‌باد و مرده‌باد تبارگرایانش هر از گاه از سوی شمار صدا بلند می‌کند و نه تنها شمار از سیاستگران دولتیش بلکه برخی از جوانان فیسبوکیش نیز آن را با حال و هوای خاص مطرح می‌کنند. هستند افرادی که خاص خود بر اساس قوم را حق داده شده آسمانی و زمینی می‌پندارند و در مقابل شمار این خاص را برگرفته شده از حیث تعصب می‌دانند. شمار بدین باورند که مطرح نمودن مقوله تبارگرایی از سوی بیشتر سیاستگران در افغانستان ابزاری و شارگونه است و برای فریب و مشتعل ساختن احساسات آدم‌های چشم و گوش بسته بهترین گزینه شمرده می‌شود. اکنون پرسش‌های اصلی این است که ملیگرایی یعنی چه؟ آیا واقعا استفاده ابزاری از قوم بهترین گزینه برای شمار از سیاستگران افغانستان شده است؟ و در نهایت با ادامه راه چه وضعیت را می‌توان پیش بینی بود؟ وقت بخیر بیننده با روایت دیگر از شبکه جهانی طلوع نیوز و طلوع هستید. آقایان بریالله فطرت استاد جامعه شناسی، پرتو نادری نویسنده، جاوید فرهاد پژوهشگر، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. میهمانان گرانقدر خوش آمدید. البته باید یادآوری کرد که اگرچه با محوریت قومی نمیخوایم صحبت بکنیم ولی هر از گاه افرادی میآیند مسائل قومی را که صدا بلند میکنن در موردش خواستیم در این برنامه دعوت بکنیم که متاسفانه تشریف نیاوردن. آقای فرهاد، پیش از پرداختن به مسائل جزئی‌تر و در قالب افغانستان میخوایم بفهمیم که ملیگرایی یعنی چه؟ درود به شما و همچنان به مهمانان عزیز و بینندگان برنامه شما. در مورد ملیگرایی و رویکردهایی که به نحو برمیگرده برای توجیه و تعریف‌هایی که از ملیگرایی ارائه شده، البته این تعریف‌ها متعدد است. به این معنی که در هر جامعه یا در هر کشوری که شما می‌خواهید یک شماری از ارزش‌هایی را که مبتنی بر باورهای مشترک و همگانی است و بر روی او باورهای همگانی و مشترک در واقع همه به اون اعتقاد دارن، به همه به او باور دارن و او را به عنوان ارزش‌های مشترک میشناسن، نکات را یا مقوله های را به نام رویکرد ملیگرایی عنوان میکنن. ولی در کلیت اگر بخواین این را به عنوان یک مقوله کلی ارزیابی بکنین، بی تردید مجموعه ارزش‌هایی که برای یک ملت و یک مردم و یک جامعه که در یک جغرافیای مشخص و معین زندگی میکنن و دارای اهداف مشترک و آرمان مشترک و همونطور که گفتم ارزش‌های مشترک، فرهنگ مشترک هستند، او را شکل میده و همین ارزش‌ها میشه که در واقع امو رویکرد ملیگرایی را یا ملت شدن میان آنها میسازد. بی تردید نکته که بسیار مهم است در شکلگیری مقوله ملیگرایی، همونطور که من پیشتر اشاره کردم، ارزش‌هایی است که میان تمام اقوام و تبارهایی که در یک جامعه زندگی میکنند این ارزش‌های مشترک پنداشته میشه و بر نوعیت ارزش‌ها و بر چگونگی ارزش‌ها باورهای عمومی هستند. اما متاسفانه چیزی که امروز با عنوان نادرست یا مقوله نادرست مطرح میشه اویی است که برخی ها همان رویکردها یا نگرش‌هایی که با نوع تعصب و نگرش شئونیستی و تا حد ناسیونالیسم افراطی همراه است، او را با عنوان مقوله ملیگرایی یا مقوله که از نفس ارزش‌های ملی بیرون میشه ارائه میکنن که ما در افغانستان هم دچار اینطور یک توهم شناخت واقعی از مقوله ملیگرایی و همچنان مسئله ملت شدن هسته و برای ما در واقع تحمیل میکنن که ما باید دارای وحدت ملی باشیم. خب وحدت ملی را که به صورت یک مقوله کلی به معنای تفاهم ملی داشته باشین یا مطرح بکنین و اون گزینه هایی که یا اون رویکردهایی که یا اون نگاهی که ما را میرسونه و کمک میکنه به یک تفاهم، این بسیار ارزشمند است. ولی اگر ما بخوایم که یک
نوع نگرش شوونیستی را کامیخته با همان رویکرد تبارگرایانه یا بحث نادرست از مفهوم اکثریت و اقلیت که بسیار از مقوله های عقب مانده در جهان مدرن پنداشته میشه، این را ارائه بکنیم و درک درست از این نداشته باشیم، اینها را با نون مقوله های ملی و ملی گرایی مطرح بکنیم، ما در واقع دچار توهم هستیم که در افغانستان متاسفانه ما همین مشکل در بسیار حاد داریم. آقای نادری، حالا پیش از پرداختن به مسائل ملی گرایی یا ملیت گرایی در افغانستان میخوایم بفهمیم که چرا اول شناخت لازم از ملی گرایی در افغانستان به میان آمده، دوم اگر شما میاین ملیت گرایی را در افغانستان دست کم مطرح میکنین یا در کلیتش مطرح میکنین چه مفهوم را میرسانه؟ بسیار زیاد تشکر و با تقدیم سلام به بینندگان عزیز. اول میخوام درباره این ملیت یک چیزی بگم که بسیاری از دانشمندان به چیزی را به نام ملیت به رسمیت نمیشناسند، ولی بعضا هم میگن که ملیت هم یک شکل تجمع گروهی انسان هاست که در یک مرحله معینی از تاریخ رخ داده و موقعیت این ملیت گاهی در مابین قوم و ملت جا به جا میکنند. ملیت گاهی به یک مفهوم حالت ذهنی بیان شده و گاهی هم به صورت یک پدیده عینی. مثلا ملیت حتی حالت ای را گفتن که مجموع هیجاناتی که یک مردم نسبت به سرزمین خود دارند ملیتی از اونا را بیان میکنه. گاهی ملیت هم به مفهوم شهروندی آمده، مثلا از شما پرسان میشه که ملیت شما چیست یا تبع یا تابعیت شما را میخوان از این بیان بکنن. به هر حال حتی گاهی گفتن که ملت اون ملیتی هست که اونها در یک سازمان بزرگ برای بزرگ مستقل و یا در آرزوی استقلال اونجا سازماندهی شدن. به هر حال این یک چی داره، بسیار کسا خوش دارن که به جای ملیت قوم به کار ببرن، بگن قوم بخوا. به هر حال حالا نمیخوام این چی بکنم، من میخوام بگم که مفهوم ملت اصلا در سرزمین ما یک مفهوم گم شده است و هر کس مثل همون خانه تاریک و پیل تمثیل مولانا جلال الدین محمدی بلخی در رابطه با ملت گپی میزنن، هر کس از زاویه میبینه. ولی سخن واقعا به این است که پیش از داشتن ملت، پیش از اینکه ما ادعا کنیم که ما ملت هستیم، با یک بار ببینیم که آیا ما در گذشته چیزی به نام دولت مدرن داشتیم یا نه. آیا دولت فعلی و کنونی ما یک دولت مدرن هست؟ مثلا این دولت مدرن یک کشور است، یک حاکمیت است و یک قانون است. این حاکمیت هم حاکمیتی باید باشه که از طرف مردم میآید و این قانون هم قانونی است که این قانون باید مردم ساخته باشه یا مردم در تشکیل قانون، ساختار قانون باید سهم داشته باشند و در حقیقت این دولت مدرن با این پای قانونیت و حاکمیت حرکت میکنه که متاسفانه در افغانستان همیشه حکومت های قومی بودن در حالی که در جامعه قوم های بیشتر وجود داشته. حکومت ها مذهبی بوده، در جامعه چندین مذهب وجود داشته. حکومت ها ایدئولوژیک بوده، دولت ها با این مردم با این ایدئولوژی بیگانه بوده. دولت ها مثلا خواستن که مردم دولتی بسازن، آن گونه مردم بیاندیشه که مثلا دولت میاندیشه. من فکر میکنم که ما ظرفیت های برای رسیدن به ملت شدن داریم، ولی موانع هم بیشتر داریم. ما باید از مرزهای تفکر قومی باید عبور بکنیم و او هم اول باید حکومت مدرن بسازیم، دولت مدرن بسازیم و بعد در با شرایط تطبیق قانون و حاکمیت قانون ما باید اون مرزها را بشکنیم، برسیم به ملت که ملت اون رابطه ها و ساختارهایی است که اون رابطه ها و ساختارها در درون قوم نمی گنجه، یعنی بالاتر از قوم است. یعنی ما گاهی این تصور وجود داره که ملت آنجا شکل میگیره که گویا یک قوم واحد است. نه، اینجا بحث سر موجودیت اقوام مختلف که در کنار هم با آگاهی و با اراده و درک مشترک از تاریخ بر اساس یک سلسله ارزش‌های بزرگ باید زندگی بکنن. سپاس. آقای فدران، حالا اگر بخوایم به این مسئله یک نگاه جامعه شناسانه داشته باشیم، دست کم شما اگر میایین فراتر از موضوع افغانستان نگاه میکنین به این موضوع، اساساً ذهنیت قومگرایی متأثر از تعصب چرا شکل میگیره؟ اصلا یک نکته بسیار جات مهم است، اوست که ملت شدن همونطور که دوستای محترم فرمودن رابطه بسیار مستقیم با میزان تکامل آگاهی اجتماعی دارد. خب در جامعه‌ای که آگاهی اجتماعی و فکری در سطح پایین قرار دارد و از جانب دیگر شما شاهد تکثر و تنوع قومی هستید، من فکر میکنم که
قومگرایی و قوممداری امر طبیعی و معمولی است. در این حال ملت شدن مستلزم تلاش‌های بسیار طولانی و صبورانه و سنجیده شده فکری و اجتماعی است که متاسفانه در تاریخ گذشته افغانستان ما شاهد چنین تلاش‌های حتی تا امروز نبودیم. از جانب دیگر انحصار طلبی قومی و برتری خواهی زبانی فرهنگی هم متاسفانه در میان شماری از اقوام موجب شده که یک فرهنگ بر بنیاد تعصب قومگرایی در بین اقوام نسبت به یکدیگر به وجود بیاید. در این حال وجود شماری از دولت‌های قوم‌اندیش و گروه‌هایی که با تحریک احساسات قومی بین قوم‌های مختلف و دنبال رسیدن به اهداف سیاسی مشخص و بهره برداری از احساسات قومی مردم بودن، عامل دیگری در پدید آمدن تعصبات قومی در حداقل در جامعه مثل افغانستان داشته. همونطور که دوستا و استاد محترم اشاره فرمودن، شما وقتی به تاریخ ملت شدن در اروپا نگاه کنید، البته مقدم بر ملت شدن متفکرین آلمانی به این باور هستند که وجود دولت ملی مقدم بر ملت شدن است. اول بعد دولت ملی به وجود بیاید و بعد دولت ملی با تلاش‌های سنجیده شده احساس تعلق به یک هویت واحد و پیکره مشترک ملی را در مردم به وجود بیارد. ولی متفکرین و جامعه شناسای فرانسوی به این باور هستند که نه، ملت شدن و انکشاف آگاهی ملی مقدم بر تشکیل دولت‌های ملی و مدرن است. ما متاسفانه در گذشته افغانستان کمتر شاهد وجود دولت‌های ملی و مدرن بودیم که در زمینه تقویت اراده با همزیستن، احساس همبستگی معنوی و صمیمانه میان اقوام مختلف و تأسیس و گسترش ارتباطات، تبادلات و مفاهمه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میان قوم‌های مختلف بوده باشند. به این لحاظ ما متاسفانه این ذهنیت را داریم. این برنامه از طرف کامیت بالهای مطمئن برای شما تقدیم می‌گردد. آقای منصور، ما در زمانی که یکی از نوشته‌های شما را در جریان کارزار انتخابات 2004 خواندم و یک نکته‌ای که شما اشاره کردن، عین همین موضوع را می‌خوایم خدمتتان بخونم. شما در اونجا گفتین که واقعیت این است که مقوله ملت افغانستان دروغ بزرگ است و این دولت مردان افغانستان که آن را مطرح ساخته و تبلیغ می‌دارند، در حالی که از هیچ پهلو روابط مردم افغانستان به گونه شهروندان یک ملت نبوده است. فکر می‌کنید چرا؟ با عرض سلام خدمت جناب عالی و دوستان ما، پیش یک نکته را توضیح بدم که ما در تاریخ 3 نوع ملت داریم. اول ملت های سنتی هستند که اونها در عهد امپراتوری ها بوده و حدود و ثغور جغرافیایی بسیار معین و مشخصی نداشتند. خانواده ها حکومت میکردن و قدرت دست به دست میگشت بین اعضای خانواده. نوع دومش این ملت ها و دولت های مدرن هستند که بحث ما سر عزیست و نوع که دیگه دنیا رو تجربه میکنه اون دولت های پست مدرن هستند و تو ملت های پست مدرن هستند. آنچه که ما میگوییم که میگیم ما یک ملت مدرن نبودیم و 3 تا مؤلفه یا 3 تا مشخصه در اینجا کمبود وجود داشته. اولا تمام کشور ملت های مدرن دارای حدود جغرافیایی معین و مشخص هستند. وقتی یک مرز با طول 2400 کیلومتر در شرق افغانستان و در جنوب افغانستان نامشخص است، ما نمیتونیم که دعوا بکنیم که ما یک ملت هستیم. و وقتی از این اضافه تر این میشه، ما میبینیم که زمامدارای ما از اون سوی مرز دیورن وقتی مداخله میشه و افغانستان و ایران میشه، میگه اونها همزبانای ما هستن. یعنی اونجا همزبانای خود با هموطنای خود ترجیح میدن، آماده نیستن که عکس العمل نشون بدن.
معلوم است که ما یک ملت نیستیم. مشخصه دوم قانون مداری است. یک ملت مدرن قانون مدار است. وقتی آشکارا میبینیم که به جای توسل به قانون به جرگه‌های عنعنوی ما متوسل میشیم و به جای از اینکه به محاکم و به قانون بریم تن بتیم، میریم با وساطت ها و موسفیدی ها و افسقالی ها معضلات ما رسیدگی میکنیم، میبینیم که ما یک ملت مدرن نیستیم. مشخصه سوم هم داشتن اون چیزی که فرهاد صاحب گفت، یک ملت باید منافع و مصالح مشترک باید داشته باشه. اما میبینی که در افغانستان مصالح قومی و منافع قومی است و حتی چیزی به نام منافع و مصالح ملی نیست. و با درد دره گفته میتونیم که در طول 12 سال حداقل یک برای باز کردن این بحث دولت باید یک خطوط اساسی از سیاست خود تدوین میکنه و در اون نشان میده که چی چیز منافع مشترکی سرزمین است و چی چیز خطوط اساسی امنیتی ملک است که او را متاسفانه تا حکنون نتونست. و بسیار در سطح کوچکش هم میبینیم که در آمدن یک وزیر یا حذف یک وزیر به جای از اینکه یک تصمیم ملی گرفته شود و همگانی گرفته شود، میبینی که یک قوم خوش میشه، یک قوم دیگه ناخوش میشه. میبینیم که در این سه عرصه بسیار کلان ما چیزی از ملت شدن نمیبینیم. بیننده برایت دیگر از شبکه جهانی طلو نیوز و طلو حضرت. البته یک بار دیگه یادآوری میکنم آنهایی که میان هر از گاه بحث قوم گرایی را به گونه برجسته‌اش مطرح میکنن هم دعوت کرده بودیم تا به این استدلال خود را دست کم بکنن، هم متاسفانه حضور ندارن. آقای فرهاد، نوشته از شما خواندم و در اوج آمدن بحث اعتماد ملی را آسیب شناسی کردن و در کنار از آمدن مقوله ملت را هم توضیحات برش دادن. اساسا این نوشته شما چی میگه؟ سپاس میکنم. اول که این نوشته فقط در بحث ملیگرایی و آسیب شناسی بحران اعتماد ملی در چارچوب خود افغانستان مطرح شده و این آسیب شناسی به عنوان یک مقوله کلان از نفس مقوله بحران اعتماد ملی نیست، بلکه در آنچه در افغانستان اتفاق میفته و مشکلاتی که ما در افغانستان با دست گریبانگیری ما هست در اون مورد است. در اونجا البته چه نکته های شناسایی شده که بیشتر دوستا هم در جریان صحبت هایی که داشتن به او اشاره کردن که همین شونیسم است و برتری قومی است. ناسیونالیسم یک چیز میخوایم اضافه بکنم پیش از اینکه به خود مقوله ناسیونالیسم در ذات خود یک پدیده که میتونه بسیار هم برای انسجام ملی و هم برای جمع شدن مردم روی یک محور مشترک بسیار اثرگذار است، ولی گاه از وجود ناسیونالیسم استفاده های نادرست شده. مثل اینکه ما در افغانستان هم از مقوله ملت و ملیگرایی استفاده های نادرست شده و در واقع برتری های قومی را زیر نام مسئله ملیگرایی یا ملتگرایی ارائه شده. ناسیونالیسم افراطی هم خودش نوعی از در واقع برگشت است به سوی همان رویکردهایی که در پایان میگره به مسئله برتری قومی. عدم تحمل پذیری است و او را دوستا هم بیشتر اشاره کردن، مسئله دیگه تعصب در برابر رویکردهای فرهنگی و پنداشت‌های سیاسی و در کلیت ملت‌های دیگه که شکل دهنده فرهنگ‌ها و ارزش‌های مشترک هستند. و گپ بسیار اساسی دیگه که وجود داره که آسیب بسیار کلانه هست او آگاهی نداشتن از خود مقوله ملت است و اینکه ملت چیست و چگونه شکل میگیره و آیا یک قوم به تنهایی یک ملت میتونه باشه یا اقوام متعدد دیگه میتونن در اینجا در ساختن ملت بسیار اثرگذار باشن. ما میخوایم به یک نکته اشاره بکنم که در افغانستان چیزی که همیشه همونطور که شما پیشتر ذکر کردین که جناب منصور هم در یکی از نوشته های خود گفته که واقعا دروغ های بسیار کلانه برای ما گفتن و گفته شده همیشه برای ما. مثلا همیشه برای ما تفهیم کردن که اگر شما بخواین در یک حوزه‌ای که میتونه بسیار به شکل گسترده‌تر از نظر فرهنگی عمل بکنین شما برخلاف ارزش‌های ملی یا مقوله ملی و ارزش‌های ملی عمل کردین.
اما هیچ وقت مشخص نشده که ارزش‌های ملی که برای ما با عنوان یک چارچوب مطرح است کدام ها است. یعنی به صورت کلی گفته شده و اگر گفتم شده در پشت از این مسائل همون نگرش‌های قومی یک لایه و یک سویه و یک تا بوده که اعمال شده بیشتر و تحمیل شده بیشتر، در حالی که شما می‌دانید که اگر تنها از نگاه فرهنگی بخواین این رابطه های مشترک را در حوزه ملت سازی و ملیگرایی ارزیابی بکنین، شما می‌فهمید که در هر جامعه به طور طبیعی اقوام، تبارها و آدم‌های مختلف و اقوام مختلف در ساختن فرهنگ یک سرزمین و یک جغرافیا به صورت مشترک عمل میکنن. درست است که همه شاید همسان نباشه، مثلا شاید یک قوم یک تبار ارزش‌هایی را که می‌آفرینه از نظر فرهنگی که ما مثال داریم در حوزه فرهنگ ممکن است که همسان با قوم دیگه یا تبار دیگه نباشه، ولی در ساختن یک فرهنگی که میتونه به عنوان یک فرهنگ مجموعی یا ارزش‌های مجموعی تلقی شود بی تردید نقش بسیار سازنده داره. اما برعکس شما می‌بینید که در افغانستان این موارد نادیده گرفته میشه و هر نظامی که بر سر قدرت میآید و به تعبیر خودشان که بازم میگم که بسیار یک مقوله عقب مانده و پس مانده مسئله اکثریت را مطرح میکنن که اکثریت هستن و اقلیت و اقلیت‌ها و اکثریت‌ها این موارد را مطرح میکنن و بعد اعمال میکنن و زیر نام مقوله ملت و ملیگرایی و ارزش‌های ملی به خورد دیگران میتن که در واقع یک جفای بسیار بزرگ است برای خود مقوله ملت و ملت‌های مختلف دیگه یک سازنده فرهنگ مشترک است. سپاس. آقای نادری، اگرچه باز هم تکرار میکنم که این برنامه دست کم بر از این نیست که ما بیایم اون شکاف‌های قومی که هر از گاهی از سوی دیگران مطرح میشه ایره بخوایم برجسته بسازیم، ولی یک ذهنیت که دست کم در مفکوره شما رأسی است که اگر شما میاین بر بنیاد قوم حق خواهی میکنن این چیزی بد نیست، ولی شما رو دیگه میگن که شما اگر میاین همین ذهنیت رو هم مطرح میکنن شما میاین این شکاف‌های قومی رو برجسته میسازن و شما متعصب هستن. من میخوایم بفهمم که فرق بین اون حس حق خواهی بر بنیاد قوم و تعصب بر بنیاد قوم چه است؟ من فکر میکنم که مشکل این نیست که مثلا اقوام حقوق خود در چارچوب یک نظام میخوان داشته باشند، مهم است که برتریجویی اقوام است که این قوم یا آن قوم به نوعی به برتریجویی مثلا متوسل میشه. دلیل عمده‌ای که روشنفکر ما و مثلا مردم ما بیشتر به تقاضاهای قومی میپردازند این هست که ما هنوز یک چارچوب بزرگ ملی نداریم. باید در قوانین حقوق تمام افراد جامعه به گونه برابر حقوق همه شهروندان تضمین شود، به خاطری که دموکراسی با قوم سر و کار ندارد، دموکراسی با فرد سر و کار دارد. حالا این فرد پشتون است، تاجیک است، ازبک است، هزاره است، مهم نیست، ولی وقتی که عملکرد یک نظام قومی می باشه اون چیز به وجود میاره. من میخوام بگم این چی میشه. مثلا حالا ناسیونالیسمی که مثلا در افغانستان بحث میشه به نظر من بیشتر ناسیونالیسمی به اصطلاح تباری یا قومگرایانه است. هر قومی هویت خود برجسته میسازه، در حالی که ما نیاز به یک هویت کلی ملی داریم که متاسفانه من هم اعتقادم به است که چیزی به نام ملت در افغانستان شکل نگرفته، ولی من ناامید از این نیستم که شکل نگیره. زمینه‌هایش وجود داره که شکل میگیره. وقتی که اون طرف یک نوع شیونیزم قومی به وجود میاد، مثلا فرض کنیم که شما بخواین که هویت یک قوم، فرهنگ یک قوم، هستی یک قوم گویا گسترش بدین و هویت های دیگر را در این مدغم بسازین، یعنی اسیمیلیشن به وجود بیارین، این خود سبب به وجود آمدن ناسیونالیسم شدید قومی میشه. ما در افغانستان نیازمندی به این داریم روشنفکرای هم اقوام بر ضد ناسیونالیسم قومی خود باید مبارزه بکنن و به همین گونه قومی که بر اثر مثلا حاکمیت درازمدت چند صد سال به نوع شیونیسم قومی گرفتار شده، مثلا برتر خود احساس میکنه از دیگر قوم ها، روشنفکر اون قوم نیاز داره که باید بخیزه بر ضد شیونیسم قوم خود مبارزه بکنه و شعار بده. حالا این سخن شما بسیار دقیق است. شما در نوشته خود، در گفتار خود، به مجردی که مسئله اقوام در افغانستان مطرح کنین میگن که شما متعصب هستین. ببینین ما اقوام بزرگ و کوچک زیادی داریم. خداوند در قرآن گفته که من شما را آفریدم با گروه ها، طایفه های مختلف. آیا با حذف هویت این یا آن قوم شما واقعیت عینی یک قوم از بین برده میتونین؟
که نمیتونین. پس راه چیست؟ راهی است که بیاین ارزش‌های همگانی ایجاد بکنیم. اون ارزش‌های همگانی فقط در مرحله رسیدن به ملت است که وظیفه اولش مربوط به دولت میشه. وقتی که من در چارچوب نظام دولت، در قانون دولت، من هویت خود تماشا نمیکنم. من میبینم که عملا بر ضد هویت من گپ زده میشه. من مثلا نمیتونم که با کلمات زبان مادری خود صحبت کنم. هویت من چی میشه؟ چگونه من میتونم باور کنم که این آقا واقعا میخواد ملت بسازه؟ این آقا میخواد که هویت من را در هویت خود منحل بکنه. و این من میخوام بگم که حکومت هایی که بر بنیاد یا بر بنیاد ارزش های قومی و بر بنیاد ارزش‌های زبانی و این چیزا در این روزگار با وجود میاد، خطرناکترین حکومت هاست. مثل که در کنار یک انبار بارود شته باشین و پای هم بخواین سیگریت روشن کنین. من فکر میکنم که دولت مردای افغانستان باید با این خطری که افغانستان روبروست، اگر وضعیت همین گونه پیش بره، معلوم نیست که در حالا میگه تا سال 2000 مثلا 25 میشه، تا اون زمان معلوم نیست که آیا قلمرو واحدی به نام افغانستان هست یا نیست، با این سیاست‌های خصمانه و شیطانی که فعلا در منطقه. آقای نادری، اگر چه این استدلال را باید آنهایی بکنن که دست کم باورمند به این ذهنیت هستن یا امیر استدلال میکنن به گونه روشن و واضحش، ولی من میخوایم این سوال از شما مطرح بکنم. چرا فکر میکنید که اگر در مسائل خیلی خرد و ریزی مثل واژه ها، مثل ذکر قومیت، اگر این مشکل حل میسازه و وحدت ملی ایجاد میکنه، چرا شما میخواین که نه، چون این کار باید صورت نگیره؟ یک سوال از شما هست، یعنی که شما دست کم مثلا چی میشه که به جای دانشگاه پانتون بگوین؟ چی فرق میکنه؟ ببینین اینجا مسئله سر این یا آن کلمه نیست. اینجا مسئله سر یک سیاست فرهنگی متعرضانه و متجاوزانه است. این دقیقا از همونجا نشد میکنه که اما اسیمیلیشنی که گفتم، زبان فارسی در این باید آن گونه بسازه که او میخواه. این خودش تعرض بر یک فرهنگ است. حالا این سخن بر سری ما میخوام بگم که یک بار در همینجا ما بحث داشتیم، کسی گفت که در این وقتها کلماتی به کار برده میشه که وحدت ملی را تخریب میکنه. اون گرداننده گفت کدام کلمه؟ گفت کلمه دانشگاه، گفت کلمه فرهنگ، گفت کلمه بانو. متوجه هستین؟ شما به دیوان خوشحال خان مراجعه کنید که چقدر از کلمه فرهنگ به کار برده، یک دفعه مراجعه بکنید. بعد این دانشگاه که اگر شما قرار باشه کلماتی را که پسوندش گاه است از زبان فارسی حذف کنین، من متأکدم که چند هزار کلمه را باید شما حذف کنید. و کلمه بانو را ما پیش از اینکه به کابل بیاییم از زبان مادر خود شنیدیم، از زبان خانم کاکای خود شنیدیم، از زبان مادرندر خود شنیدیم که با هم جنگ میکردن، باز میگفتن خدا این قدر بالای ما کتبانو نساز یا کیبانو نساز. خب وقتی که یک کس این قدر دیده درایی میکنه که برخواسته و خود ترافیک زبان ساخته که این کلمه را بگو، این را نگو، این نان بخور، این نان نخور، کجای از این آزادی است؟ آن که آزادی انسان سلب میکنه، انسان حقیر میخواد به وجود بیاد. با انسان حقیر جامعه آزاد به وجود نمیاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رقابت قاریان برتر افغانستان را در برنامه ترتیل تماشا کنید. ترتیل هر روز ساعت 5:30 عصر از طلوع. این برنامه از طرف اتصالات آینده از شما برای شما تقدیم می گردد. آقای فکر، یک نکته دیگه که دست کم پس از سرنگونی رژیم طالبان همین ذهنیت وجود داشت که حالا رفته رفته جوانها در رأس امور قرار میگیرن و این جوانها تحصیل کرده هستن، این جوانها بدور از مسائل قومی هستن، ولی واقعیتی است که دست کم شما اگر به شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنن، امروز پرداخت بیشتر از موارد قومی از سوی همین جوانها دامن زده میشه. اگر شما میخواین حتی انتقاد از یک کس بکنن، باید متوجه باشین که او از قومی دیگه نباشه و در اون صورت برچسب تعصب را بر شما میزنن. من میخوایم بفهمم که چی چیز باعث شد، چی چیز باعث میشه که جوانها با این ذهنیت در واقع کار بکنن و پیش برن. البته همونطور که دوستا فرمودن علل مختلف دارد، ولی متاسفانه بجای از که جوانا پیشرو ایجاد روحیه وحدت ملی، با همزیستن، تحمل یک دیگر، همکاری و همدلی بین کل اقوام و گروه ها و مذاهب مختلف در افغانستان باشن، ولی امروز ما متاسفانه متوجه میشیم که شمار زیادی از جوانان خودشان قربانی این
حداقل ناسیونالیسم افراطی و غیر عقلانی هستند. البته این علل مختلف داره، از جمله یکی از علل یزید به نظر من نبود نخبگان متعهد و روشنفکرانی است که از میان خود جوانان اینا میتونستند برای جوانان انسجام بتن، برای جوانان وحدت بتن، برای جوانان انگیزه بتن و کل جوانان را در محور یک اراده گسترده ایجاد وحدت ملی اینا گرد می آوردن و برایشان انگیزه و حرکت می دادن. عامل دیگه که موجب شده جوانان متاسفانه بجای از اینکه عقلانیت ارتباطی داشته باشند و در برقراری ارتباطشان با دیگر ملاحظات قومی و مذهبی و جنسیتی و طبقاتی و مسائل بسیاری از این قبیل را دخالت ندن، قربانی از این اندیشه متاسفانه شدن که دخالت میدن اینا را. این متاسفانه ریشه دارد در دخالت بسیاری از کشورهای مغرض که اونا به دنبال شکلگیری یک افغانستان قدرتمند، افغانستان یک پارچه، افغانستان متحد، افغانستان پیشرونده، افغانستان خودکفا و افغانستانی که حداقل کلشان یک احساس تعلق به یک جامعه واحد را داشته باشند، اونا از این افغانستان حراس دارند. به این خاطر اونا این مسائل را متاسفانه در بین مهمترین قشر یک جامعه که جوانها است اونا را دامن میزنند. از جانب دیگه عامل دیگه که موجب شده جوانها متاسفانه از مسیر ایجاد وحدت ملی وارد مسیرهای منافی وحدت ملی شوند، فعالیت و نفوذ پاره از گروه‌های افراطی و قومگرا در بین خود جواناست که اینا احساسات جوانا را برمیانگیزن، اینا حوادث و رویدادهایی را بین جوانا ایجاد میکنن که بعد به او سبقه و برچسب قومی میتن تا بین جوانا همین روحیه از یک دیگر بیگانگی قومی را به وجود بیارن و از این بهره برداری سیاسی مثلا دست کم اگر شما بخواین ببینین در شبکه‌های اجتماعی زمانی که هر موضوع را شما یاد میکنن حس میکنن که ذهنیت بی‌اعتمادی آنقدرها زیاد است که دفعتاً را میبرن به تعصب. فکر میکنید این ذهنیت چرا شکل گرفته؟ ببینید اصلا ما گفتم نکته اساسی است که عوامل بسیار باعث شده که ذهنیت شکل بگیرد. همونطور که من چند عامل قبلیش گفتم، ناتوانی و ضعف دولت هم که بتونه مثلا ممثل اراده ملی باشد و از خواست و هویت و اراده عمومی کل اقوام و گروه های اجتماعی ساکن در افغانستان نمایندگی کند، این هم موجب شده. از جانب دیگر متاسفانه ایجاد یک روحیه بحران اعتماد و بحران هویت در بین جوانا خود از این موجب شده که یک نوع فرار و گریزی از احساس تعلق به هویت واحد ملی در بین جوانان ایجاد شود و دامنگستر شود. ولی نکته که من میخواستم در بین اون یک تکمله به او اشاره کنیم نیست که ما باید یک نظام فکری و اجتماعی را ایجاد کنیم که افغانستان را در عین وجود تنوع و تکثر قومی و روحیه احترام متقابل بین کل اقوام مختلف به یک فرهنگ و ارزش و روحیه واحد ملی در واقع بکشد. ما متاسفانه این را هنوز ایجاد نکردیم. هرگاه مردم یک احساس معنوی و همبستگی صمیمانه درونی نسبت به یک دیگرشان داشته باشند و بجای از اینکه اقوام به یک دیگرشان نگاه هویتی داشته باشند، اگر نگاه انسان مدار داشته باشند، در این صورت وحدت ملی به اندازه محکم میشه که سایر زمینه‌های عینی به وجود آمدن وحدت ملی خود به خود به وجود میاد. وحدت ملی نباید به او اندازه ضعیف باشه که رد و بدل شدن دو دانه کلمه بتونه وحدت ملی را آسیب پذیر کنه. آقای منصور، یک چیز دیگه که بیشتر عنوان میشه در مورد مجلس نمایندگان و نماینده های مردم، شما را به این باور هستند که اگر شما میایین آسیب شناسی میکنن برجستگی های قومی را، یکی از عواملش متاسفانه شما را نماینده های مردم هست. یعنی به این معنا در چند مورد خاص شما دیدن که در درون مجلس این مسائل زیاد برجسته شد. یک چیز طبیعی است یا واقعا فکر میکنید که یک مشکل هست یا چه است بالاخره؟ شما به یک موضوع بسیار جدی و مهم اشاره کردین. من فکر میکنم که ما با یک بحران نظری در مورد راههای رسیدن به وحدت ملی مواجه هستیم. یعنی ما یک تئوری واحد فعلا در دسترس نداریم که با تمسک به او بریم برای تامین وحدت ملی. این باعثی میشه که روشنفکر ما هم مثلا در تناقض صحبت بکنه و اعضای پارلمان هم و دولت مردان.
اجازه بدین به یک نکته به ارتباط اشاره کنم. در حال حاضر 5 تا نظریه کلان برای تأمین وحدت ملی در افغانستان وجود داره و هر کدوم این نظریه ها طرفدارا و اواخاهایی داره. مثلا جلال الدین صدیقی، مرحوم جلال الدین صدیقی صاحب کتاب است. مثلا آقای انصاری که صاحب کتاب است. مثلا دکتر سجادی که اینا میگن که مشکل اساسی است که زندگی مردم قبیلوی است. اصلا ما چرا ملت نشدیم؟ به خاطر که در سطح قبیله هستیم. اما رایشون میگه حوصله بکنین که به مرور زمان مشکل دیگه است که به مرور زمان ما از قبیله بیاییم به یک زندگی مدرن. این یک طرفدارانی داره و استدلالای داره. نظریه دوم میگه که نه، ما کمبود نداریم، ما در یک جامعه زندگی میکنیم، اقوام و مذاهب مختلف هست، زبانهای مختلف هست، اما قدرت به صورت متمرکز است. اگر قدرت غیر متمرکز شود مشکل ملت سازی تا حدود کم میشه. جبهه ملی، ائتلاف ملی، کنگره ملی، جنبش ملی که اینا ادعاش غیر متمرکز و ادعاش هم فدرال میخواهن، به اساس همین میخواهن ما با فدرال ساختن بریم به طرف ملت شدن و متحد شدن و هر کس به حقش میرسه. اما در مقابل کسان دیگه هستن مثل دکتر عثمان روستار ترکی، دکتر احدی، دکتر حسن کاکر، نویسنده های ثقفی دوم. اونا میگن نه، حی مسئله اون نیست، ما ملت خوبی بودیم، اما یک عده اقوام اقلیت آمدن در حق برادر بزرگ آمدن دست درازی کردن. برادر بزرگ حق داره که حکومت بکنه، برادر بزرگ زبانش باید رسمی باشه، برادر زبان عنعناتش باید ملی باشه، حرفش باید ملی باشه. آمدن دیگرها ازبک و هزارا و چند نفر دیگه آمدن این نظمی که داشت وجودش بر هم زدندش. هرگاه این حق برادر بزرگ دوباره اعاده شود و تامین شود، چیزی در نقصی در قسمت وحدت ملی دیده نمیشه. کسی دیگه هم هست که اشرف غنی احمدزی نام داره. استدلالای از او یک ترکیبی از این موضوع هست که در پهلوی از او چیز دیگر، عنصر دیگر اضافه میکنه که نه، میگه عامل بسیار زیاد عقب ماندگی و فقر اقتصادی است. هرگاه اقتصادی ملت شکوفا شود، انگیزه ها و بینش ها و آرمان ها دیگرگون میشه. اینها در فابریکه ها و در کارخانه ها اقوام مختلف، افراد مختلف در کنار هم قرار میگیرن، یکی دیگر بالاخره میپذیرن و هو خصومت هایی که هر کس در کنار چشمه خودش ششته و مثلا در زیر سایه چنار خودش بوده، میای اینا در بین شهرها با هم همسایه میشن و دوست میشن و رفیق میشن. این نظریه دیگه است. و نظریه چهارمی هم هست که مشکل حساسی میگه یک فهم نادرست از تعالیم دینی است که این موضوع باعث در موارد باعث از این شده که کسانی به مکتب اولاد خود نمونه، کسانی مثلا کار حرام بدانه، کسانی مثلا آموختن تجارب از ملت های دیگه را ناجایز بشماره. این فهم نادرست و این فهم ناسواب علت العلل ازی شده که ما به طرف ملت شدن نرویم و متحد نشیم. این دیدگاه ها به این ترتیب وقتی این ما 5 دیدگاه را داریم، ما فکر میکنم که هنوز ما کم داریم، ولی جایش پارلمان نیست. جای دیگه است که ما فراوان با هم صحبت بکنیم، دلایل یک دیگر را بشنویم و بالاخره به همون دلیلی که به صلاح هست به همون نتیجه برسیم تا اگر به سمتی میریم یک اکثریت بزرگ از اون نظریه جانبداری بکنیم. آقای منصور، اگر کوتاه اشاره بکنید، پیشتر شما اون بحث فدرالیسم اشاره کردن، یک نگاهی است که شما هر از گاه اگر میاین حالا فدرالیسم یا غیر متمرکز نمودن قدرت حرف میزنین، این به این معناست که شما افغانستان را به سوی تجزیه میبرین و شما متعصب هستین. مسئله در خود بنیاد موضوع هست که ما در حاصل بپذیریم که حاکمیت در حیطه صلاحیت یک خانواده، یک گروه سیاسی یا یک شخصیت است یا از مردم. اگر اصلی بپذیرفتیم که از مردم است، این مردم اختیار داره روز 10 بار نظام خود عوض میکنه. با تو چه ربط داره؟ اگر تو قبول داری که مردم درست میگه، حقش درست است، تشخیصش درست است، این حرف کاملا به جا و به ربط است. آقای فراد،
در نهایتش حالا بیایم به یک مرحله دومش. هر از گاه شما میشنوین هر کی میآید دایه وحدت ملی را سر میدن. اول ما میخوایم بفهمم که وحدت ملی یعنی چی. دوم، آیا فکر میکنید واقعا آنچه را که زیر نام وحدت ملی عنوان میشه و کسای زیر نام ای عنوان پیش میرن واقعا باورمند هستن؟ سپاس. همونطور که شما اشاره کردید من میگم که در افغانستان ما با توجه به تحولات متعددی که داشتیم ما پنترات وحدت ملی داشتیم و در 3-4 دهه پسین که بحران‌ها بسیار حادتر شده در افغانستان ما اصلا چیزی به نام وحدت ملی نداشتیم. آنچه را به نام وحدت ملی عنوان میکنن دروغ محض است، کذب محض است و همون نگرش هایی است که پیشتر دوستا به او اشاره کردن که یکی از اون نگرش ها مو رویکرد برتری قومی است. برای از اینکه دیگر ملت ها را سرکوب بکنن و از تمام آزادی های فردی و مدنی که دیگر ملت ها و دیگر اقوام دارن، ملیت ها دارن، اونا را از اونا باز بدارن، چیزی را به نام وحدت ملی ارائه میکنن. ببینین من پیشنهاد میکنم که بجای او کلمه دروغین یا مو ترکیب دروغین وحدت ملی ما بتونیم راههای را جستجو بکنیم برای تفاهم ملی و نزدیک شدن و همسویی و بیشتر که دوست ما گفت بیشتر انسان مداری و معیارهایی که ما را با انسانیتمون تعریف میکنه و هویت میبخشه. البته درست است که دشوار است در این جامعه که ما هزارها مشکل داریم و هزارها تا بحران داریم، چسبیدن به مقوله انسان مداری شاید بسیار دشوار باشه ولی بسیار دشوار هم نیست. ببینین هر کسی بر بنیاد نگرشی که خودش داره، بر بنیاد ارزش‌های فکری و ذهنی که داره، یک تعریف، یک توجیه از انسان مداری داره. یک آدم از نظر علمی، یک آدم از نظر رفتاری، یک آدم از نظر دینی، یک آدم از نظر فرهنگی در کلیت، یک آدم از نظر سیاسی، یک آدم از نظر عاطفی. مجموعه این نگره ها را وقتی شما یک جا بکنین و ایره همیشه در یک چارچوب بریزیم برای اینکه ما چطور بتونیم همدیگر ما را بپذیریم، همدیگر پذیری را یاد بگیریم، با کسرت‌گرایی باور داشته باشیم، با اندیشه های همدیگر من احترام بگذاریم. در واقع نقطه نخستی است برای اینکه ما بتونیم در پایان به یک تفاهم گسترده و کلان ملی برسیم و بعد ارزش‌های ما را بر بنیاد همین تفاهمی که در یک مجموعه کلی به عنوان یک تفاهم کلی شکل میگیره او ارزش‌ها را شناسایی بکنیم، به او ارزش‌ها به عنوان یک باور مشترک نگاه بکنیم، به او ارزش‌ها به عنوان یک باور مشترک بپردازیم. ببینید نکته دیگر هم که ما می‌خوایم او را هم بگویم که چرا ما نسبت به این وحدت ملی و مقوله اعتماد ملی یا همون بحران اعتماد ملی که ما پیشتر به اشاره کردیم چرا به این خاک شده در افغانستان؟ من فکر میکنم نظام ها و سیاستمدارانی که سیاست مثبت در افغانستان، منظور من سیاستمداران بیشتر کسایی است که در نظام ها و در دولت ها آمدن و حضور پیدا کردن، اینا نتونستن یک تعریف بسیار کلان و همه شمول را مبتنی بر چشم داشت و تمام اقوام تبارهایی که در افغانستان هستن ارائه بکنن. حاکمیت، ببینید یک نکته رو میخوایم بگویم، بحث اقلیت و اکثریت درست است که یکی از مؤلفه های برای ساخت دموکراسی است، اما در افغانستان اینقدر بد ایره معرفی کردن که شما وقتی میگین اکثریت یک مجموعه از گله آدم هایی که هر کدام از این میخورن مینوشن و مثل سیاهی لشکر خواب هستن، از این تون چی میشه شکل میگیرن. و در این اقلیت تا اگر شما تعداد زیاد از نخبگان داشته باشید، این نخبگان ناگزیر هستند بر بنیاد اون پنداش نادرستی که از بحث مقوله اکثریت و اقلیت وجود داره تابع این اکثریت باشه. اگر این معیار بگیریم، ما میخوایم این بگوییم که فهم نادرستی که ما از این مسئله داریم بگونی است که اگر این ما معیار بگیریم، در یکی از کشورهای اروپایی که همین لحظه از ذهنم رفت، 40 سال پیشتر تعداد خوک‌هایی که در اونجا در سرزمین بر سر می‌برد از آدم‌هایی که در اونجا در جغرافیا زندگی می‌کرد بیشتر. ببینید اگر شما بر بنیاد این نگرش اقلیت و اکثریت عمل بکنین و آنچه را اکثریت وجود داره و اقلیت در برابرش وجود داره و اقلیت از اکثریت پیروی بکنه،
کار به کجا میکشه؟ او اقلیت آدم ها باید از او اکثریت خوک هایی که در او سرزمین بودن باید از اونا تابعیت بکنن. اینها مقوله هایی است که همه از این باید کال به شکافی شود، همه از این به صورت درست باید شناسانده شود و یک تفاهم کلی و کلان برای ایجاد ارزش مقوله ملت در افغانستان و ارزش هایی که ملت هم تعریف میکنه و ما را به عنوان یک ملت معرفی میکنه. حالا کار به این نداریم که برخی ها میآیند و بحث اکثریت و اقلیت چیز خوبی میدانند یا چیز بده، ولی در نهایت زمانی که استدلال در این مورد صورت میگرفت تلاش به این بود که بتانیم دیدگاه های متفاوت را دور هم جمع بکنیم که چون این کار نشد. آقای نادری، یک نکته دیگره که بعضی‌ها اشاره میکنن، حالا اگر دست کم بپذیریم که مسئله قومگرایی در افغانستان روز تا روز به عنوان یک مشکل مواجه میشیم، بعضی‌ها به این باور هستند که این سیاستگرا هستند که مشکل را دامن میزنن و یک نیاز است برای سیاستگرا به خاطر از اینکه بتونن یک کته‌ای از مردم را دورش خود جمع بکنن بیان شعارهای قومی بدن. شما هم چنین فکر میکنن؟ اساسا من میخوام بگم که مسئله در اگر کسی باورمند به اصول و پرنسیپ های دموکراسی بوده باشد در یک جامعه که میخواد به طرف جامعه مردم سالار پیش بره، شعار دادن قومی با این گونه استراتژی یک شعار بسیار زیاد نادرست است. به خاطر از اینکه پیشتر شما اکثریت و اقلیت دوستان مطرح کردن، یک مفهوم در جامعه دموکراسی اکثریت سیاسی و انتخابی است، نه اکثریت قومی. من خود را برای ریاست جمهوری افغانستان کاندید میکنم، تنها برای قوم خود کاندید نمیکنم، بلکه برای همه افغانستان کاندید میکنم و اون آقایی که میایه به رئیس جمهور میشه رئیس جمهوری هم افغانستان میشه. فقط یک خاطره یادم اومد که باری از یکی از این بحثا شنیدم که یک دوست در اولین باری که جناب حامد کرزی رئیس جمهور شده بود 51% یا 52% رأی گرفته بود، او بسیار با سادگی گفت که از زمین انتخابات اخیر معلوم شد که قوم پشتون 52% نفوس افغانستان رو میسازن. گفت چطور؟ گفت حامد کرزی 52% رأی افغانستان رو گرفته، در حالی که اون نمیفهمه که این رأی حامد کرزی از هزارا، از ازبکا، از تاجیکا، از مردمای دیگه، از بلوچا آمده و اینجا ما بر اساس انتخابات، بر اساس اکثریت سیاسی انتخابی چه میکنیم. یک مسئله را میخواستم بگم که یک مشکلی که در افغانستان به وجود آمده او است که در سالهای اخیر با وجود داشتن گویا یک نظام انتخاباتی ما این تفرقه های قومی متاسفانه به نظر من نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده. دست کم در سطح روشنفکران و فرهنگیان من میبینم. یک زمانی مثلا محافل فرهنگی پشتو دایر میشد، درباره خوشحال خان مثلا دیگه من دعوت میشدم یا درباره مولانا مقاله میخوندیم مثلا. حالا که من میبینم حتی محافل فرهنگی ما تجزیه شده به قومی. با شما که در مابین قوم ها میایین باز تجزیه شده به شیعه و سنی که بسیار دردناک است. بسیاری از آقایون ما که به نمایندگی قوم ها در این شرکت سهامی که من اخیراً یک نوشته داشتم به نام شرکت سهامی تاراج هستند، در راس هر قوم، عمدتاً قوم های بزرگ، یک حلقه مافیایی به وجود آمده. حلقه مافیایی تاجیکا، حلقه مافیایی هزارها، حلقه مافیایی ازبکا، حلقه مافیایی پشتونها. این حلقه های مافیایی که حالا متاسفانه در بسیاری از ساختارهای ما فیصدی نفوس مطرح میکنه. مثلا شما در وزارت داخله فیصدی هست، بعد فیصدی تاجیک تماما این مافیاست که معرفی میکنن. یعنی تمام امتیازات قومی تاجیکه یک حلقه مافیایی که از ارک شروع میشه تا دیگه جا اینمی ها میگیرن و بعد این سبب چند مشکل بار میاد. اول توسعه سیاسی را مانع میشه، سوء تفاهم ما بین قوم ها به وجود میره. در عین زمان این حلقه های مافیایی را شما که میبینین این گونه وانمود میکنن که اگر ما نبودیم به شما قوم کسی حق نمیده. من میخوام بگم که من از کس حق نمیگیرم، من حق دارم، این سرزمین من است، این مردم من است، این سرزمین. من حق از کی میگیرم؟ من حق دارم. شما حق از کسی میگیرین که حق پیش از او بعد میگه کمکم برای ما بودی. نه، اینجا کسی نیست که او همه حق پیش از او باشه، من بخوام از او حق بگیرم. من میخوام بگم که بازم که پیشتر خود تکرار میکنم، روشنفکران پشتون باید برگ بخیزن بر ضد این مافیای قومی خود که فاشیسم
تزریق میکنن در مابین جامعه مبارزه کنن. من حق دارم که بر ضد ناسیونالیسم تاجیکی خود که این حلقه مافیایی که هست مبارزه کنم و ازبک و هزاره، تا ما این حلقه های مافیایی را، ما که گاهی تو احساس میکنم هیچ قومی با ما بیشتر ظلم نمیکنه، فقط مافیای تاجیک ظلم میکنه چون حق ما را میخورن. من باید این میتونه یک راه رسیدن به یک تفاهم باشه که این حلقه های مافیایی و هر کسی که خود کاندیدی که برای ریاست جمهوری بدون تردید که از طرف قوم خود رأی بیشتر میره، چون هنوز تفکر شهروندی در افغانستان شکل نگرفته. تفکر شهروندی وقتی اینجا شکل میگیره که اگر یک نورستانی رئیس جمهور شوه اینجا، یک پشایی رئیس جمهور شوه، ولی ما چرا همیشه درباره یک پشتون رئیس جمهور باشه یا یک تاجیک باشه و این چیزا. من میخوام بگم که این بدترین حالتی است که ما با او روبرو هستیم و باید مبارزه بسیار شدیدی در این جهت خودی روشنفکرها بر بخیزند و برآوردند، چون روشنفکر نمیتواند در مرزهای قومیت حصیر بمانه. اگر ماند هیچ وقت روشنفکر نخواهد بود. با گذشت زمان همه چیز تغییر می کند. پدر لطفاً ندید. ما با خوشی ها و غم ها روبرو می شویم. خاطرات بد را نمی توان فراموش کرد و خاطرات خوب به یادمان می آیند. اما چنانچه زمان می گذرد همه چیز تغییر می کند. زمان از شنبه تا 5 شنبه ساعت 8 شب از صبح. این برنامه از طرف برای شما تقدیم می‌گردد. آقای قدرت، نگاه تئوری که دانستیم در مورد ملیگرایی و ملت شدن و مفاهیم چون وحدت ملی بینم مورد کشور شد، بعدش هم آمده مشکلات را هم فهمیدیم که چه چیزی جریان داره، واقعیت جامعه. حالا میخوایم بفهمیم ادامه نمی راه زیر نام هر چیزی که شما نام میگذارن، قومگرایی میگن، تعصب میگن، حق‌خواهی میگن، هر چیزی میگن، میشه چه مشکلات را پیش بین بود؟ یعنی چه چیزی را به بار خواهد آورد؟ اصلا اگر ما به وحدت ملی نرسیم، اگر ما پروسه ملت سازی در افغانستان را به صورت عمقی محقق نکنیم، قطعا این میتونه یک تهدید بسیار بزرگ برای افغانستان باشد. مثلا بقای افغانستان را در آینده میتونه به خطر بندازد، وحدت و یک پارچگی افغانستان را در آینده میتونه به خطر بندازد. هر جامعه‌ای که وحدت ملی نداشته باشد به لحاظ وضعیت داخلی در مقابل دخالت کشورهای بیگانه میتونه بسیار زیاد آسیب پذیر باشه و دشمنای او مملکت یا او کشور هر از گاهی که خواسته باشند میتونن در امور داخلی و مملکت دخالت کنن و برای خودشان از اوضاع داخلی و مملکت بهره برداری سیاسی کنن. در جامعه‌ای که وحدت ملی وجود نداشته باشد، بحران اعتماد وجود داره. تمام انرژی را که ما باید مصرف پیشرفت جامعه خود ما کنیم، اقوام مختلف ایرا مصرف زدودن یک دیگر، طرد کردن یک دیگر، خرد ساختن یک دیگر و حتی در صورت لزوم به حاشیه راندن یک دیگر به مصرف میرسانند. در جامعه که وحدت ملی نیست، در واقع وحدت نیرو و وحدت انرژی انسانی نیست. در جامعه که وحدت نیرو و انرژی انسانی نباشد، او جامعه در واقع نمیتونه خودش را بسازه، نمیتونه خودش را در مناسبات بین المللی، خودش را در مسیر کاروان پیشرفت دنیا تبدیل به یک پدیده فعال، تبدیل به یک پدیده حاضر در صحنه و تبدیل به یک پدیده خلاق کنه. بنان این بقا و در واقع کیان یک ملت را عدم وحدت ملی تهدید میکنه. آقای منصور، شما هم یک سیاستگر هستن. پیشتر از این آقای نادری به بخش از اون نمایندگی مافیایی صحبت کردن. شما رو به این باور هستن که زمانی که شما میین سیاستگران را در افغانستان مطرح میکنین، حالا برای رسیدن به قدرت اینا نیاز دارن که بیاین دین را ابزار قرار بدن، اینا نیاز دارن که بیاین قوم و جنس و رنگ و این موارد را ابزار قرار بدن تا به کرسی های برسن و یا دست کم خود را نماینده یک قوم جلوه بدن. موافق هستید با این نظر؟ من تا حدود به این نظریه موافق هستم، اما چیزی که اضافه میکنم که آن چیزی که سیاستگران ما انجام میدن بیرون دولت نیست. یا واقعا اونطوری که جناب پرتوسک گفت و شما میفرمایید، از روی قصد و از روی انتخاب شعار قومی و شعار دین مداری را سر میده. اما به باور من است که و بیشتر گزینه دوم است که اینا نمیفهمند
در بین ما مردم شوق حکومت کردن زیاد است، حرص به قدرت رسیدن زیاد است، اما قدرت نمیفهمیم. برمیگردیم به اون چیزی که بسیار معمول است در کوچه و بازار. ما یقین دارم و حتی بسیاری از سیاستمدارا میشونن که منظورشون، تعریفشون، تفسیرشون از وحدت ملی، خب میگن 3-4 قوم است و وزارتخانه تقسیم شدن. فهمشون نیست وحدت ملی چنین برداشت دارن. لذا در اینجاست که کار روشنفکرها سنگین‌تر میشه که باید یک مقداری قضایا را بشکافن، نه تنها به جوانا بلکه کسایی که در بالا هم ششتن به گوش زبان باید چه بکنن؟ صدا بکنن و بگوین که نه وحدت ملی اینطور نیست، رایی که شما میری اینطور نیست. آقای منصور با پوزش، اگر آقای نادری اشاره میکنن که این زمانی که شما این برجستگی های قومی را اشاره میکنن فراتر از سیاستگران در بین آنهایی که خدا روشن فکر رو فهمیدن میگیرن بیشتر هست، باز من پیشتر گفتم بله، آن باران نظریه که 5 تا دیدگاه وجود داره، یک جمع میگه که برادر حق برادر بزرگ است شما باید بپذیرید و این را باورش است. ما یقین دارم که از روی چیز که دشمنی بکنن فکر میکنه که این راه درست است. سپاسگزارم. بیننده و روایت دیگر از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو هستید. حالا در نهایتش با اینمی وضعیت اگر بخوایم این بین ما یک چالش بپذیریم چی کار باید صورت بگیره؟ آقای فرام. بی‌تردید این چالش کلان برای افغانستان است و همونطور که دوستان هم اشاره کردن، ما بیشتر هم البته به نحو اشاره کردم که ما در نخست باید برای آرمان‌های مشترک و همون پنداشت‌های مشترک که به عنوان مقوله ارزش‌ها به اون نگاه می‌کنیم در افغانستان باید به یک تفاهم جمعی برسیم. اما یادمان باشه که همه چیزهایی را که ما اکنون تصور می‌کنیم که ارزش‌ها هستند یا از باب مقوله های ارزشی هستند نیستند. حالا اینجا با پوزش یک سوال هست. اگر شما میخواین این را ارزش ها بگوین، همین ارزش ها را چه کس تعریف بکنه؟ بله، ما میخوایم به می اشاره بکنم که ببینیم اول ما باید شناسایی بکنیم که کدام ها ارزشن و کدام ها ارزشان و کدام ها بی ارزشی ها، یا در واقع چیزهایی که اصلا ارزش نیستن و به غلط به عنوان ارزش ها به ما شناسانده شدن. اینجا باید یک شناخت دقیق و یک آسیب شناسی از نفس خود ارزش ها باید صورت بگیره تا ما بفهمیم که ارزش مجموعی ما یا ارزش های مجموعی که ما میخواهیم به عنوان یک جمع از مردم که میریم به طرف ملت شدن و داره یک تفاهم هستیم اون کدام است. این یک نکته دیگر که ما میخواهیم که دولت ها در شکلگیری و از بین بردن بحران اعتماد ملی و شکلگیری خود تفاهم ملی بسیار نقش بسزا دارن. امون گولی که دوستا اشاره کردن که این نظام ها بوده که بیشترین مشکلات با توجه به برداشت های فردی و یکسویه که از مسئله مقوله ملت و ملیگرایی ارائه کردن با وجود آوردن، همین دولت ها هستند که میتونن و همین سیاستمداران هستند که میتونن شناخت درست از مقوله ملت را و بحران اعتماد را که وجود داره و در واقع در برابر ازی باید مبارزه صورت بگیره و بسیار پویا عمل شود، اینا بدوش دارند. اگر دولت ها در نخست باور نداشته باشند به وحدت ملی، به تفاهم ملی، به مقوله ملت شدن، به مقوله ارزش‌های ملی، بسیار دشوار است که ما راه باز بکنیم به سوی از اینکه ما چگونه میتونیم او ارزش‌ها را به صورت ملی بهش باور داشته باشیم و چیزی به نام مقوله ملت و ملیگرایی داشته باشیم. این در مورد سیاستگران و دولت مردان فراتر از اون؟ من فکر میکنم که نقش روشنفکران که اگر ما کلمه روشنفکر به مفهوم واقعیش به کار بریم بسیار زیاد میتونه که مهم باشه، دست کم برای تبلیغ و گسترش مفهوم ملت و برای این که شأن شهروندی در افغانستان ایجاد شود. پارلمان افغانستان میتونه برای تأمین وحدت ملی در افغانستان بسیار سودمند باشه. اول از این دولت که فعلا ما داریم اگر عمرش 4 سال دیگه هم باقی مانده باشه که با این ویژگی هایی که حال در این دولت شکل گرفته هیچ انتظاری برده نمیشه که بلکه خودی از این منبع تشنج است. ولی دست کم ما آرزو میکنیم تیمی که بعداً میایه این تیم متوجه باشه که افغانستان بدون تردید اگر به امین گونه که حالا هست پیش بره و با این توطئه‌ای که در حوزه و منطقه وجود داره که امروز
حالا پاکستان مثلا خوب کمر خود بسته کرده، میگه اینقدر شما ولایت‌ها رو برای طالبان بودین و خود ایزی میتونه سرچشمه مثلا تجزیه کشور باشه. و اگر جهان و منطقه به این فکر برسه که از یک افغانستان پرتشنج و جنگالود یک افغانستان که به حوزه های نفوذ تقسیم شده و آرام باشه، شاید چنین کاری بکنن. و فکر میکنم که افغانستان یک مرحله بسیار حساسی زندگی خود پشت سر میگذاره و احزاب سیاسی افغانستان باید بر بخیزن. ما نباید تماشاگر بسیار عادی رویدادهای سیاسی باشیم و پشت سر از او بچه کنیم. جامعه مدنی افغانستان چی کار میکنه؟ همیشه نشسته که یک حادثه رخ بده باز یک اعلامیه صادر کنه. احزاب سیاسی چی کار میکنه؟ احزاب سیاسی باید که روشنفکران چی کار میکنن؟ و باید در این باره به حیث یک پروژه ملی و سراسری افغانستان باید مطرح شود و کار صورت بگیره. سیاستگران، روشنفکران، حالا مردم. من فقط چیزایی را که استادای محترم فرمودن تایید میکنم و تکرار نمیکنم، فقط به چند نکته اشاره میکنم که در رسیدن به وحدت ملی علاوه بر چیزایی که اساتید محترم فرمودن، کارکرد نظام آموزش و پرورش هم میتواند بسیار در ایجاد روح ملت شدن تاثیرگذار باشد. دین مثلا در جامعه مثل افغانستان شما شاهد ازی هستید که دین اسلام در طول تاریخ حداقل از قرن 12 به پیش موفق شد که ملت های مختلف را گرد بیارد، جمع کند. امروز هم استفاده بهینه و عقلانی از دین و خرافه زدایی از دین و تعصب زدایی از دین میتواند دین را وارد مؤثرترین عمل در تامین وحدت ملی و پروسه ملت سازی کند. از جانب دیگر نکته که دیگه ما به اشاره میکنم، نقش خود رسانه هاست. رسانه ها میتونن در این زمینه بسیار زیاد کار کنن. توسعه اقتصادی همونطور که استادا فرمودن میتونه بسیار زیاد ملیت ها و قومیت های مختلف را گرد هم جمع کند. و نکته مهمتر از همه نوسازی هویت های قومی است. ما باید هویت های قومی ما را متناسب با مقتضیات زمان، متناسب با مقتضیات منطقه و متناسب با مقتضیات نیازهای خود ما نوسازی کنیم تا این هویت ها در گفتگو و تعامل فعال با یکدیگر قرار بگیرند. آقای فطرت، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنید، شما از رسانه ها یاد کردن، گاه آنقدرها حس بی‌اعتمادی زیاد شده که اگر شما میایین همچون مفاهیمی را میخواین مشرکافانه برش برخورد بکنین، امیر هم برچسب تعصب میزنن. باز خوب رسانه ها باید در مقابل سنت ها، در مقابل انتقادات، در مقابل مثلا برداشت های مختلفی که ذهنیت عمومی یا گروهی از کارکرد از اونا دارد باید فعالانه و عقلانی مقاومت کنند. سیاستگران، روشنفکران، آموزش و پرورش و دینداران، نماینده های مردم. بله، کاری را که نماینده های مردم میکنن کار قانونگذاری است و پژوهش هایی که در عرصه ملت سازی انجام شده نشان میده که پدیده های ذهنی به مراتب موثرتر و نیرومندتر در قسمت ملت سازی بوده نسبت به پدیده های عینی. به این معنا که بحث احترام به زبان یکدیگر، احترام به مذهب یکدیگر، احترام به قومیت یکدیگر به مراتب از توزیع معاش کرده، از توزیع کرسی های وزارتخانه کرده موثرتر بوده و در این مورد ما توجه نماینده های مردم میخوایم. همچنان موضوع غیر متمرکز ساختن نظام اداری سیاسی افغانستان یکی از ضرورت های بسیار حساسی است که با توسل و قانون باید این مسئله حل شود. بیننده و روایت دیگر از شبکه جهانی طلو نیوز و طلو بودید. حالا کار به این نداریم که چه کسی درست میگوید و چه کسی درست نمیگوید. در نهایتش تلاش بر این بود تا همون حاصل تفاوت دیدگاه را هم گرد هم جمع بکنیم که چون این کار دست کم صورت نگرفت. اما شما میتونید برای دیگر رو در طلوع.com هم بیننده باشید. سپاسگزار از آقایان فریالله فطرت، استاد جامعه شناسی، پرتو نادری نویسنده، جاوید فرهاد پژوهشگر، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان. سپاسگزار از شما که حال بیننده این برنامه بودید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت، خدا نگهدار.